عرض کردم 528 2,854,000 نفر شدن. 2,800 خورده شدن تا بالا فکر کنم از 9 میلیون بعد 3 میلیون نفرم رسید، 30 میلیون نفرم رسیدن. آماری دارید که چند نفر کودک، زن، مرد و یا سالمند هستن؟ آمار به اون صورت نشون نمیده، ولی تا به امروز 40% زن بودن، 90% مرد ثبت نام کردن. من همینجا خدمت شما هستم، یه عذرخواهی میکنم. دیشب با توجه به مسیر راه هم با وسیله نقلیه نداشتیم، با موتور تا اینجا رسیدیم. یه آماری اشتباه گفتم، 28 میلیون خورده ثبت نام کرده بودن. با توجه به این گرما و این جنگ 12 روزه سال گذشته همین مقدار بوده، شاید این سال داره سبقت میگیره. حالا پیش شما هستم به 31 میلیون هم رسیده کل کشور، کل استان گیلان. استان گیلان 31 میلیون. بله 31 میلیون هم رسیده امروز. آمار ما امروز رسیده به 31 میلیون رسیده. 30,000 ببخشید 31,000 رسیده. پارسال دیشب گفته بودم 2 میلیون 800، نه 31,000 هم رسیده.